آب و برق را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند. احتمالا خیلی وقتا با کسایی که میخوان ایراد وارد بکنن به صحبت‌های امام خمینی، وقتی که صحبت میکنیم از این ماجرا میشنویم که امام گفته بودن ما آب و برق رو مجانی میکنیم، اما یه وعده دروغین بود. بریم ببینیم اصل این حرف چی بوده. معنویات ما را بردن اینها. دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند. دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم، شما را به مقام انسانیت میرسانیم. اینها شما را منحط کردند، دنیا را پیش شما جلوه دادند که خیال کردید همه چیز این است. به این مقالطه میگیم مقالطه نقل قول ناقص. وقتی فقط یک جمله از کل صحبت یک نفر رو رسانه‌ای میکنیم، این قضاوت درستی رو در پی نداره. حتما باید بریم ببینیم که قبل و بعد اون جمله چه جمله های دیگه‌ای بوده و بعد از شنیدن اون جمله ها قضاوت خودمون رو داشته باشیم. ببینید مقالطه ها چطور میتونن در طول سالیان دراز روی ذهن آدم ها جوری تاثیر بذارن که فکر کنیم اون جمله واقعیه